سلام بچه، خوش اومدید به یه ویدیو آموزشی از چنل اسمارت کرافت. امروز اومدیم آموزش درست کردن سرور اترنوس رو بدیم که با دوستانتون آنلاین بازی کنید ماینکرافت رو. خب ما به دو برنامه نیاز داریم، یا همون یکی، ولی هر دو گوگل کروم باشن یا گوگل فرقی نداره. وارد یکی از اینا میشیم، ولی حتما باید فیلتر شکن روشن باشه، چون که اترنوس یکم فیلتره. خب اینجا سرچ میکنیم اترنوس، اولین سایتی که میاره واردش میشیم. این صفحه اصلیشه که باید شما اینجا پایین شروع کنید و بزنید. وقتی که شما میزنید اینجا میاره ایجاد حساب، بالا ایجاد حساب هست، اونجا باید حساب بسازید تا بتونید سرور بسازید. وقتی که حساب ساختید اینجا میاید ایجاد رو میزنید، اینجا بالا ایجاد رو میزنید. خب اینجاش خیلی مهمه که اسمشو ببین، اینجا اسمشو انتخاب میکنید، اینجا پایینه، یعنی اسمش میاره یه خوش آمدگویی به بازیکنان میگه و اینا زیاد مهم نیستن، ولی اینجاش ببین این خیلی خیلی مهمه، چون که نسخه جاوا برای کامپیوتره، نسخه بدراک ویندوز 10 برای گوشی. شما باید اینجا بزنید. خب وقتی که بزنیدش میتونید از اینجا اسمشو عوض کنید. به عنوان مثال من یه چیز بدم، خب همون اسمشو میذاریم اما عدد نمیذاریم جلوش، اینو میزنیم تا ذخیره بشه. اگه ذخیره شد خب ایجادو میزنیم. اینجا صفحه اصلی اترنوسه که همونطور که میبینید یه چیز میزنه اینجا. خب اینجا بالا، اینجا این 3 تا خط رو میزنید، بعد تنظیمات، خب به ترتیب اینا رو براتون توضیح میدم که بدونید چی کار میکنید چی کار نمیکنید. خب همونطور که اولیو میبینید ظرفیته، یعنی چند نفر داخل سرور بتونن بیان. یعنی اگه 20 نفره اینجا 20 نفر میتونه بیاد، 21 نفر نمیتونه داخل سرور جوین بشه. خب حالت بازی همون بقا که سروایو، خلاقانه فکر کنم کریتیو، اون دوتا رو نمیدونم. ای بابا ما فیلتر شکن استفاده میکنیم، چرا اینو میاری؟ خب درجه سختی که همتون میدونید سولامیز که فکر کنم اصلا ما اسپان نمیشه، آسان، معمولی. خب شما معمولی بذارید بهتره. این کرک شده رو ببینید، اینو حتما باید فعال کنید، چون که اونایی که اکانت مایکروسافت ندارن وارد سرورتون بتونن بشن. اجازه تقلب که اگه روشن کنید میتونید کریتیو کنید، سروایو کنید، اجباری بودن حالت بازی نمیدونم. خب ریسورس پک مود نیاز است، اینو فعال کنید. اگه مودی داری بتونید داخل بازی بریزید و اینو که تکمیل کردید درست شد،
از اینجا 3 خط بالا میتونید سرور رو بزنید و روشنش کنید. اما یه توضیح بیشتر بهتون بدم. ببینیم چیک از جا افتاده. خوب نه دیگه، امروز تا اینجا کافی. الان روشن رو میزنیم، همه اجازه ها رو بهش میدیم. بذار روشن میشی من بعد کاتو تو. خب بچه ها در حال روشن شدنه. وقتی که روشن بشه خودش یه صدایی میده. راستی صدا رو شنیدید؟ خب بچه ها ببینید اینجا باید نسختون رو با این یکی کنید. اما اول باید یه بار روشن کنید رو، بعد خاموش کنید تا این تنظیمات سیو بشه. خب وقتی که خاموش میکنید اینجا تغییر رو میزنید. خب اگه میخواید بدونید بازیتون نسخش چنده باید وارد ماینکرافت بشید. همونطور که از این عکس یه عکس بالا میارم نگاش کنید نسخش کجا هست. خب مال من 1.2051. خب میزنید روش، یعنی نسخش چنده. همه این نسخه ها رو هم داره. خب بچه ها وقتی که اینجا اومد اینجا اینو میزنید، اینو و تنظیمات خودش اعمال میشه. خب بریم واسه آموزش ورود به سرور و دعوت دوستانتون به سرور. خب همونطور که قبلا گفتم اینجا میزنید روشنش میکنید سرور رو. خب اگه میخوای وارد سرور خودت یعنی بشی، اینجا میزنی اضافه کردن به سرورهای من. اگه میخواید دوستاتونم باتون بیان بازی کنن باید این لینک رو کپی کنید براشون بفرستید، اینو تو داخل اولی و دومی بزنن. اینم آخری این پورتشه که باید داخل آخری بزنن تا جوین. بعد این سیو رو میزنن، بعد میزنن روی سرور، همه چیز میاره جوین میشن. اگه میخواید این کار رو نکنید اینجا به اشتراک گذاری رو میزنید و کپی میکنید لینک رو برای دوستاتون میفرستید. خب بچه ها سرور روشن شد. اینجا این تایمیه که اگه شما وارد سرور نشید این تموم بشه سرور خودکار خاموش میشه. خب اینجا اضافه کردن به سرورهای منو میزنید، وارد ماینکرافت میشید نشید چون که پینگ بالا میده. خب من ببینم وارد چه میره داخل بازی یا نه. میگم اگه تا دیر نشده یه چند ثانیه که این میره داخل مپ تا اون دکمه قرمز رنگو بزن، منو ساب کن، این ویدیو رو لایک کن، زنگول دم روی همه بزن تا یه انرژی بگیریم. ای بابا گفتم که باید این پین خاموش.
خب خاموش میکنیم. خب همونطور که میبینید داره وارد سرور میشه. خب بچه ها این هم که سرورمونه، همونطور که میبینید وارد سروریم. ببین استوب میشه بازی یا نه. این گوسفنده داره میره. ای بابا چرا داره شب میشه؟ ببینم میتونم کریتیو کنم. نه نمیشه. خب بچه ها اینم بود از ویدیو امروز، ساخت سرور برای ماینکرافت بدراک. منم ساب کنید، به دردتون میخوره. میخوام در آینده ویدیوهای بیشتری بذارم. فعالیتم داخل یوتیوب تازه شروع کردم. این چندمین ویدیو نمیدونم. خب اگه میخواید آموزش مود داخل سرور اترنوس هم بدم، داخل کامنت ها بگید و منم ساب کنید اگه دوست داشتید. هر آموزشی که بخواید اگه بتونم میذارم براتون. خب تا یه روز دیگه، یه وقت دیگه، خدا نگهدار.